گرکم سلام، چطوری؟ خوبم، تو چی؟ منم خوبم ممنون. مزاحمت که نشدم؟ نه نشدی. داشتم مواد قرارداد نگاه میکردم. اینجا یه شرکت به اسم RJGG. اون شرکت پیمانکارمونه. آها که اینطور، باشه حله. فراموش کردیم بگیم، عذر میخوام. باشه فهمیدم، مشکلی نیست. البته تو قرارداد چند ماده دیگه هم هست که باید صحبت کنیم. فردا زمان داری حضوری صحبت کنیم. باشه، من صبح میرم شرکت، میتونی بیای. باشه عالیه. تو چطوری؟ امشب میری بیرون؟ نه به اندازه تو پر انرژی نیستم. شبی که با آشنا شدم بار دومم بود که شب میرفتم بیرون. خونم قرارداد شکل. شب دومم روبرو شدنت با من یه نشونه است. نشونه یه چی؟ که زیاد نگرد، بشین خونت. نه بابا، مگه بعده آشنا شدیم؟ موافقم. در اصل اکیپ خوبی شدیم برای گردش دوستی.